بازنشستگی. بله. آقای احمدی، چه تدابیری جهت افزایش نظام حفاظت دائمی در محیط کار، جهت کاهش حوادث شغلی برنامه‌ریزی شده، به خصوص در مورد کسانی که در ارتباط با کارهای سخت و زیان‌آور مشغول به کارند؟ عرض به حضورتون که خب از ماده 85 به بعد قانون کار تکالیف کارگر و کارفرما و ارگان‌های نظارتی را به صراحت قانونگذار روشن کرده که هر کدوم چه وظایفی به عهده دارن و اصل مطلبی که باید بهش دقت بشه بحث نظارت‌ها و کنترل هاست. ببینید تکلیف کارفرما رو مشخص کرده که تجهیزات و وسایل حفاظت ایمنی رو باید تهیه از نوع مرغوب و استاندارد تحویل کارگر بده و نظارت بر حسن استفاده این تجهیزات داشته باشه. ولیکن عامل ناظر بیرونی یا ممیز بیرونی، بازرسین اداره بهداشت و بازرسین وزارت کار قطب اصلی این امر هستند. نظارت‌های به موقع، کنترل‌های به موقع، گزارش دهی و گزارش گیری‌های به موقع، فعالسازی کمیته‌های فنی در حوزه مباحث حفاظت ایمنی در کارگاه‌ها و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها امر واجبیه. من چیزی که حالا در جامعه کارگری الان دارم مشاهده می‌کنم، در این امر ما در این 10 سال گذشته فوق‌العاده ضعیف شدیم. یعنی اون نظارت شایسته و بایسته‌ای که باید بر حسن اجرای دستورالعمل‌های حفاظت ایمنی در کارگاه‌های صنعتی، کارگاه‌های تولیدی، ساختمانی و سایر ساختارهایی که ملزم به رعایت مواد قانونی کار هستند، اون قدرت و توانمندی خودش رو از دست داده. مطالبتون از کیه؟ ما مطالبه از وزارت بهداشت هست، بله. ناظرین و بازرسین اداره بهداشت و واحد بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی. آقای مغزی،